بیخیال از مبتلا شدن یا مبتلا کردن دیگران به ویروس کرونا دنبال غذا آمدند. اینها فقیرترین های هندند که هنگام قرنطینه 3 هفته‌ای در کشورشان دولت به آنها مواد غذایی کمک می‌کند. به 1,300,000,000 شهروند هند گفته شده برای جلوگیری از شیوع ویروس همهگیر کرونا تا 15 اپریل در خانه بمانند. اما اینهایی که به طور روزمزد کار می‌کنند در روزهای قرنطینه نه کار دارند و نه مزد. بهتر است از بیماری بمیریم نه از گرسنگی. برای همه روز 1 یا 2 نان به دست می آوریم و کمی برنج. چطور می شود با این زندگی کرد؟ نریندرا مودی صدر اعظم هند روز یکشنبه از فقیرترین ها در کشورش عذرخواهی کرد، ولی گفت راه دیگر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وجود ندارد. حکومت هند 22 میلیارد دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده که شامل کمک به افراد فقیر در این کشور می شود. کمک های غذایی سبب می شود که میلیون ها فقیر و بیخانه در چنین جاهای تجمع کنند. اینجا نه امکانات شستن دست با آب و صابون وجود دارد، نه امکانات ضد عفونی کردن اشیا و نه هم مردم فاصله مشخص بین همدیگر را حفظ می کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند تا روز چهارشنبه نزدیک به 1700 نفر گزارش شده. 38 نفر در نتیجه بیماری کووید 19 در هند جان دادند، ولی انتظار می رود که این شمار بیشتر شود.